سلام به همه، من علی هستم. امروز میخوام ساعت کاسیو مدل جی شاک GST-S110-1 رو به شما معرفی کنم. همونجور که میبینید این یک ساعت از ساعتهای جی شاک هستش که بسیار معروف هستن به شاک رزیستنت بودن و مقاوم بودن. این ساعت یک ساعت نسبتاً بزرگ با سایز کیس 59 میلیمتری و قطر 16 و 1/10 میلیمتری هست. این ساعت جز ساعت‌های بسیار بزرگی به حساب میاد، ولی از اونجایی که کاربرد این ساعت کاربرد اصطلاحاً ورزشی و همچنین اکسپلوری داره، ساعت میتونه سایزش مناسب باشه. همونجور که میبینید این ساعت داره بندهای رزین هست یا یه جورایی میشه گفت لاستیکی، بندهای لاستیکی مشکی رنگ. این ساعت با بندهای فلزی هم دیده میشه گاهن، ولی این ترکیب صفحه استیلی استینلس استیل با بند رزین مشکی به نظر من خیلی طرح قشنگیه. همونجور که میبینید این ساعت از مدل ساعت‌های هست که اصطلاحاً بهشون میگن دیجیتال انالاگ. یعنی چی؟ یعنی هم ما عقربه رو روی این ساعت میبینیم، هم این که 3 تا پنجره یا ساب دایال میبینیم که هر کدومشون به صورت دیجیتالی یه سری اطلاعات هست. این ساعت به لحاظ پیچیدگی یا کامپلیکیشن های زیادی داره. این اصطلاح کامپلیکیشن هم توی دنیای ساعت به معنای، یا توی فارسی میتونیم بهش بگیم پیچیدگی یا اینکه یه کاربرد از اون ساعت، به معنای اینه که این ساعت چه اطلاعاتی رو میتونه در اختیار ما بذاره، که معمولا ساعت ها خب حداقل باید ساعت و عقربه ساعت و عقربه دقیقه و ثانیه رو داشته باشه. ولی خب علاوه بر اونها یه سری ساعت ها، خیلی ساعت ها از خیلی زمان، شاید از 60-70 سال پیش شروع کردن به اطلاعات دیگه ای گذاشتن، مثل اطلاعات روز، اطلاعات تاریخ، اطلاعات حتی چه میدونم کرونومتر رو بذاری، چه میدونم اینکه ساعت روی دیلایت سیوینگ هست یا دیلایت سیوینگ نیست، اینکه هزار تا اطلاعات دیگه، حتی اطلاعات پوزیشن ماه و همه اینا. ولی خب این ساعت همونجور که میبینید تو این 3 تا ساب دایالش یه دونش روز هفته است، یه دونش ثانیه شماره و یکی دیگهش دقیقا همین ساعت و دقیقه رو به فرم دیجیتال نشون میده. از دیگر ویژگی های این ساعت بخوام بگم که این ساعت مثل بقیه ساعت‌های کاسیو با موومنت کوارتز و این موومنت کوارتز برای این مدل توسط نور خورشید چارج میشه. بنابراین این ساعت رو اگر توی محیط باز و زیر نور خورشید بگیرین، این از نور خورشید از طریق سلولای خورشیدی که روی صفحش هست باتری رو شارژ میکنه و بنابراین نیازی ندارین که شما باتری رو هر چند سال یه بار عوض کنین مثل سایر ساعت‌های کوارتز. از این نظر خیلی ساعت راحت و مقاوم و ریلایبلیه، یعنی هر موقعی که شما برش دارین احتمال اینکه شارژ باشه هست، یعنی احتمال اینکه شارژ رو از دست بده خیلی خیلی کمه. و اینکه این ساعت همونجور که میبینید یک چهره زمخت و حتی پیچ‌های روی دایل هم میبینید که روی بزل رو هم میبینید که چقدر حالت اصطلاحاً صنعتی و ورزشی به این ساعت میده. این ساعت 4 تا دکمه هم اطرافش داره که یه دونش حالا برای نور صفحه هست همونجور که میبینید، توی شب و جای تاریک کاربرد زیادی داره. یکی دیگهش دکمه به اسم سرچ زدن که میتونید موقعیت‌های زمانی مختلف بر اساس مکان تعیین کنید و یه دونه دیگه هم حالت مود داره که میتونه تغییرش بده رو حالت کرونومتر یا اینکه تغییرش بده رو حالت آلارم، چون میتونید روی این ساعت هم آلارم بذارید. و دکمه ادجاست هم داره که میتونید ساعت رو باش تنظیم کنید. و همونجور که میبینید این جمله جی شاک بزرگ رو هم روی نوشته که به نظر من خیلی قشنگش کرده. و کلا این لاین جی شاک از برند کاسیو یه لاینی هست که بین همه ساعت بازا خیلی محبوبه. ممکنه حالا لزوما ساعت‌های کاسیو، ساعت‌های های اند
سوئیسی نباشن، ساعت‌های مکانیکال سوئیسی نباشن، ولی میتونم به جرئت بگم اکثر آدمایی که ساعت‌های خیلی خوب و گرون قیمت، یه کالکشن های خیلی خوب و گرون قیمت مثلا سوئیسی و ژاپنی و اینا رو دارن، حتما یکی دو تا ساعت جی شاک هم توشون پیدا میشه. اینو بهتون قول میدم. پشتش هم میتونید ببینید، پشت این ساعت یک صفحه‌ای داره که روش اطلاعات ساعت هست و همونجور که میبینید نوشته مقاومتش در برابر آب تا 20 باره. این 20 بار معادل با 200 متره و همینجور معادل با 660 فیت و این نشون میده که با این ساعت کاملا شما به راحتی میتونید برید شنا کنید، میتونید استخر برید، میتونید باش دوش بگیرید، همه کاری میتونید بکنید. من خودم به شخص باش تو دریا شنا کردم و هیچ مشکلی هم براش پیش نیومده. این ساعت یعنی به مقاوم بودن و ضد آب بودن و اینکه اسکرچی و خشی روش نمیفته واقعا معروفه. و خوبی این ساعت ها اینجوری هم اینه که هر کاری دلت میخواد باش میکنی، بعدش میتونی بری زیر آب بشوریش و همینجور قشنگ و تمیز تحویل بگیری. و اینکه بخوام اطلاعات بیشتری در مورد کلا برند کاسیو بدم، برند کاسیو برند ژاپنیه، از سال 1974 میلادی داره ساعت تولید میکنه، همزمان با در کنار ساعتسازهای معروف ژاپنی دیگه مثل سیکو و سیتیزن. و این ساعتسازهای ژاپنی در رقابت بسیار خوبی بودن با ساعتسازهای اروپایی، حالا به خصوص سوئیسی. و اینکه این مدل به شخص این مدل از سال 2015 تو تولیده و همچنان داره تولید میشه و قیمت این ساعت هولوش $250. حالا میتونه یه خورده کمتر باشه، یه خورده بیشتر باشه. همونجور که گفتم ساعت بسیار مناسبیه. میتونه یه خورده سایزش بزرگ باشه. من خودم به شخص ساعت‌های کوچیک‌تر میپسندم، ولی و این ساعت بزرگترین ساعتی که من دارم، ولی توی کاربردهای خودش خیلی ساعت قشنگه روی دست و خیلی آدم خیالش راحته وقت روی دسته. بنابراین توصیه میشه اگر شغلتون یا نوع تفریحاتتون طوریه که زیاد با آب، زیاد کوهنوردین، ورزشکارین و دوست دارین ساعتی داشته باشین که دیگه نگرانش نباشین که حالا روی صفحه خش بیفته یا صفحه بشکنه یا اینکه خراب بشه ساعت، اصلا این بهترین ساعت میتونه براتون باشه و اصلا نگرانی از هیچ جهت نمیخواد به خودتون را بدین. در کل من این ساعت رو خیلی دوست دارم. برند کاسیو و لاین جی شاک رو خیلی دوست دارم. این جی شاک به نظرم برید بگردید، چیزای کوچیک‌تر جدیدن زدن مثل جی شاک 5620 یا یه مدل هست که شبیه رویال اوک ای پی هست، بهش میگن اصطلاحاً معروف شده کاسیوک. میتونید اونا رو نگاه کنید و از بین اونا انتخاب کنید. به نظر من میتونه یه ساعت خیلی ریلایبل و محکم و خوبی باشه، به خصوص برای آدمایی که اهل فعالیت‌های آوتدور هستن. آره، در کل این بود توصیه من به شما. خیلی ممنون که به این ریویو گوش کردین. تا ساعت بعدی، خدا نگهدار.